السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان گرانقدر به بخش پنجم موضوع محشر خوش آمدید. در این بخش خدمت شما عزیزانی را عرض بکنم که محشر یک میدان هست که خیلی هولناک و خیلی وحشتناک است. اما با وجود تمام سختی ها، در میدان محشر انسان ها به امور نیاز دارند تا این سختی ها و حول ها و اراس ها برایش چی داده شود؟ تخفیف داده شود. برخی از اعمال انسان است که سبب ورود بهشت میشه و ترازوی اعمال سنگین میکنه و در تخفیف سختی های محشر برای انسان ها کمک میکنه. برادر و خواهر مسلمان من، اعمال مؤمنان متفاوت است. برخی از اعمال وقوف و استادن در میدان محشر آسان میکنه. بعضی از مؤمنان کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی اونا را دو روزی که بسیار سخت است، طولانی است، وحشتناک است، گرم است، بسیار گرم است، اونا را در زیر سایه خود جای میده. روزی که مردم سخت در عرق غرق هستند، پروردگار الله سبحانه و تعالی بعض از این مؤمنان را جدا میکنه و اونا را در زیر سایه عرش جای میده که در این مورد احادیث بسیار زیاد برای ما رسیده. الله سبحانه و تعالی 7 گروه از مردمان راست که در اون روزی که هیچ سایه بجز از سایه عرش نیست، در زیر سایه او را چی میکنه؟ جای میده. اولین کسی که است فرمان روای عادل است، امام عادل کسی است که او عدالت کرده. نه این فرمان رواهای امروزی، اینا تمامشان انسان هایی هستند که به خاطر جا و قدرت مردم ها را کشتند. دوم گروهی که از مشقت روز محشر اونا نجات میافند و در زیر سایه عرش میآیند. اونا کی هستند؟ امو جوان است. ای برادر جوان، ای خواهر جوان من، برای تو میگویم گوش کن. امان جوانی که در سایه اطاعت و بندگی الله رشد یافته باشه. گروه سوم کسایی است که دلهای اونا با مساجد معلق بوده، نماز صبح خوانده، خانه آمده، بیقرار است برای نماز چاشت. اینا کسان هستند که دلهایشان، قلبهایشان با مساجد معلق است. و گروه چهارم دو مسلمان هست که به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی، صرف به خاطر خوشنودی الله سبحانه و تعالی با یک دیگر اینا دوستی میکنن و بر اساس او با هم جمع میشن و یا از یک دیگر اینا جدا میشن. گروه پنجم کسانی هست که یک زن زیباروی، یک زن پیسدار و پولدار صاحب مقام او را دعوت میکنه به فحشا، اما او ایرا نمیپذیره و چی میگه؟ ما از الله میترسم. و ششم کی است؟ گروه ششم کی است؟ کسانی هستند که با دست راست خود قسم صدقه میتن که دست چپشان خبر نشه. و گروه هفتم کسانی که در تنهایی به یاد الله باشه و از ترس از او اشک بریزه. مردم ها را میبینی که مسجد میاین، در مقابل مردم نماز میخوانند، اما وقتی که تنها میشن چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنند. این گروه هفتم کسایی است که وقت تنها میشن از الله میترسن، خوف الله را دارن، به یاد الله هستن، از ترس الله اشک به چشمانشان میآید. این از آن گروه است، کسانی که فقط برای خوشنودی الله با هم دوستی و رفاقت میکنن. اونا چقدر زیبا هستند، اونایی که صرفا هم دیگر را برای رضای الله دوست دارن. شما را برای رضای الله دوست دارم عزیزان من، عزیزانی که با ما ادمین هستند. ما ماشاءالله
در گروپ ها 48 49 ادمین داریم، اهم از خواهران و برادران. اکثریت اینها را من ندیدیم. برای رضای الله دوستشان دارم. اونایی که صرف همدیگر را برای رضای الله دوست می‌دارن، نه به خاطر مال، نه به خاطر رنگ، نه به خاطر پست مقام، نه به خاطر منفعت دینوی یا دنیایی. در روز آخرت الله سبحانه و تعالی میگوید کجایند کسانی که به خاطر شکوه و جلال، به خاطر شکوه جلال ما با هم دیگر محبت میکردند، به خاطر رضای ما محبت میکردند. امروز اونها را در زیر سایه هم که جز آن سایه‌ای نیست جای میدهم. این حدیث است. کسی که بر فقیر سخت نمیگیره، ترحم میکنه برای گدا و بیچاره، اینها دارای فضیلت است عزیزان من. اینها از جمله کسایی هست که در این روز مورد ترحم الله قرار میگیرن. کسی که بالای کسی دین داره، قرض داره، بر از اون مهلت میته تا ای که فرصت برای پرداخت دین از او بیایه، یا ای که بخش از او را از معده از او بخیر تیر شوه. سبحان الله. هر کسی تنگ دستی را مهلت بده یا قرض از او را ببخشه، الله عز و جل در روز قیامت او را در زیر سایه خود قرار میده. عزیزان من، هر کسی که در روز قیامت میخواید در زیر سایه عرش الله سبحانه و تعالی باشه، او دینی که برگردن کسی دیگر داره او را فرو بگذاره و ببخشه. و این حدیث مبارک است. هر کسی که بر یک انسان تنگ دست آسان بگیره، یک نفر تاجر است، با یک فقیر ملاطفت و نرمی میکنه، در مطالبه دینهایش سختگیری نمیکنه، یک قسمت بخش از مال خودم به او میبخشه. اینجا رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت فرد را میاره که به او مال داده و به او میگه تو چی کردی؟ و او میگه پروردگارا من کاری نکردم جز ای که تو به من مال عطا کردی و من با او با مردم خرید فروش کردم و اخلاق من ای بود که من به توانگر آسان میگرفتم و به تهیدست مهلت میدادم. او وقت الله سبحانه و تعالی میگه که من به این کار سزاوار تر هستم. او وقت است که از گناه های بنده خود در میگذره. هر کسی که در صدد برآورده ساختن نیاز یک برادرش باشه، یک برادرش بالایش صدا میکنه، نیاز داره، ضرورت داره، مشکل داره، بیمار داره در خانهش و بالای تو صدا میکنه، الله سبحانه و تعالی مردم را عزیزان من متفاوت آفریده. بعضی را توانگر آفریده الله سبحانه و تعالی، عده‌ای را تهیدست آفریده، عده‌ای را نیرومند آفریده، بعضی مردم را ضعیف قرار داده و برخی را ارتباطات قوی تری داده و آشنایان فراوانی برزنا دادن. بنابراین هر کسی را که الله سبحانه و تعالی به یک نعمت برتری داده، باید به کسایی که پروردگار اونا را از این نعمت محروم کرده با اونا باید کمک بکنه، مساعدت بکنه تا الله سبحانه و تعالی او را در زیر سایه‌اش جای بده. بسیار داریم ما و شما کسانی که اونا کار خوبی دارن، زندگی خوبی دارن، میبینن که یک دوستشان، یک عزیزشان رنج میبره اما به او کمک نمیکنن. این بس مایه ننگ است. چرا؟ رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم، هر کس یک سختی از سختی های دنیوی را از یک مؤمن برطرف بسازه، الله سبحانه و تعالی یک سختی از سختی های قیامت را از او دور میکنه
و هر کسی که بر تهی دست آسان بگیره الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت به او آسان خواهد گرفت. و هر کسی پردهداری یک مسلمان بکنه الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت از او پردهداری خواهد کرد. و الله سبحانه و تعالی در صدد کمک بندش است تا زمانی که بنده در صدد کمک برادر خود باشه. پس عزیزان گرانقدر، هر کسی که با کمک ضرورت داره، نیاز داره، شانه خالی نکنید. بشتابید برای او، بشتابید برای کمک کردن به او، بشتابید برای مساعدت به او. والله که من چنینم. هر کسی 2 بجه شب بالای ما صدا میکنه، والله وجدان ما، یعنی ما چی بگم عزیزان گرانقدر، ما میخوایم برای مردم کمک بکنم، خدمت بکنم. هر عزیزی که بالای ما صدا کرده نگفتیم. و یک اخلاق حمیده هست که هر مسلمان باید داشته باشه. انشاءالله درباره گروه های دیگری که میخواهند که سختی های روز محشر بر اونا آرام و آسان شود، در بخش بعدی خدمت شما مبحث را پیشکش خواهم کرد. پس با ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.